ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 23 میلیون سال 2024 از بازداشت باز یک زن بلاگر برای نشر عکس و نوارهای نیموریان غیر اخلاقی خبر داد. این باره به دست مقامات بلاگر با لقب گولیا افتاده است، ولی این نوبت تنها با یک آگاهی و وعده دیگر تکرار نکردن چنین اعمال خلاص خورده است. بنا به اطلاع نشر شده، کارمندان مقامات میلیسای پایتخت در اساس مراجعت زیاد شهروندان برای نشر و پنسازی عکس و نوارهای نیموریان غیر اخلاقی شهروند جورای و مکرمه خان بیزادovna سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه را دستگیر و به مقامات میلیسیا دسترس نمودند. خود گولیا برای شهر ماجرا دسترس نیست. با نظرداشت دولت مذکور، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شهروندان را آگاه می‌سازد که ضمن استفاده شبکه‌های اجتماعی از دایره آداب و اخلاق و طلبات قانون‌های عمل کننده بیرون نروند، زیرا هر عمل و رفتار ناشایسته جوابگری در نزد قانون داشته به اخلاق و تفکر و اندیشه نورسان نیز بی تاثیر نمیماند. چنین به نظر میرسد که بعد به رهبری میلیسای پایتخت تاجیکستان آمدن گنرال شوروخ سعیدزاده در شهر دوشنبه مبارزه با زنان بلاگر که از حساب نشر عکس و ویدیوهای نیموریان آبونه و لایک جمع میکنند تقویت یافته است. در 2 روز اخیر گولیا اینک دومین جوانزن بلاگر است که با چنین اتهام دستگیر می شود. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 میلیون سال 2024 از بازداشت اسنورا محمدی و یک جوانزن بلاگر 26 ساله ساکن کوچه عینی با اتهام نشر عکس و نوارهای نیموریان و غیر اخلاقی و به عقیده میلیسای پایتخت بیرون از آداب و اخلاق خمیده انسانی و دور از آیین ملی خبر داد. میلیسا گفت به ضد محمدی و پروتکل ترتیب داده برای چاره‌جویی به دادگاه سپردند. متاسفانه یک بخش اعظم زنان و دختران بلاگر از تاجیکستان اساساً از حساب جلوه و ناز و اشوه در روبروی دوربین کامera تماشابین جمع می‌کنند. برخی آنها در این پایگاه برای لایک و تماشابینان بیشتر مرز اخلاق و آداب را پایمال کرده ویدیوها می‌گذارند که بسیاری از کاربران آنها را برای زن و دختر تاجیک عمل شرم‌آور می‌شمارند.